خب سلام خدمت همگی. من به یه سری اسناد و مدارک دسترسی دارم که خیلی اسناد مهمیه و ببینید چقدر مهم بوده که من پشت فرمون به ذهنم رسید که این برنامه رو شروع کنم که شما هم در جریان این اسرار سری این جهان باشید. داستان از این قراره که یک سری کلمات در این جهان وجود دارن که ما ریشه اونا رو نمیدونیم. البته من اعتقاد دارم که اکثرش رو شما نمیدونید و این ریشه برمیگرده به سالهای دور، به زمانی که ثبت احوال تازه داشته شروع میکرده اسامی رو ثبت کردن. اول برنامه بگم که یعنی اولین برنامه هم بوده، من یه توضیح بدم سریع که این اسناد چجوری به دست ما رسیده و ثبت شده. ببینید یک شخصیتی هست به نام جابر استقانی. جابر استقانی توی ثبت احوال کار میکردن ایشون و بسیار آدمی بوده که دنبال پیگیر ثبت کردن اسم افراد بوده، اسم شهرها بوده، اسم کشورها بوده. جابر استقانی پس همیشه ما داریم تو داستانمون، اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. دیگه من گفتم جابر رسید شما بدونید که همون گنده ثبت احواله. جابر استقانی یه دستیار هم داشته، حالا این دستیار اسمشو کم کم تو داستانمون میاریم. این دستیار معمولا به جابر استقانی که گفته که آقا این کلمه رو بنویس، واسه این خانواده این کلمه رو بنویس، واسه این شهر این کلمه رو، این خیابون این کلمه. کم کم اینا رو بهش عادت بکنید توی داستان ها و دیگه اصلا میشه ملکه ذهنتون. پشت فرمونم بچه ها اولین قسمت رو میخوام بگیرم. ببین این قضیه چقدر مهم بوده. کلمه اولی که من میخوام بهتون ریشه بگم و بدونین که این کلمه اصلا کجا اومده و اینا، من سالهاش رو میگم، یعنی سالی که این کلمه ثبت شد هم میگم. شما باید خودتون یادداشت کنید یا میخوایم مثلا تو ذهنتون داشت. من میخوام با سند و مدرک حرف بزنم. اولین کلمه که بهتون میگم کلمه گودرز هست. ولی گودرز ببینید من کجا اومده. 240 سال قبل از اینکه مسیح به دنیا بیاد کلمه گودرز به وجود اومد. شاید بدونید که شبتون کنجکاوانه باشه که مگه میشه؟ بله میشه. این حتی تاریخ ها دورتر هم میره، زمان مادها. حالا ما گودرز 240 سال قبل از میلاد مسیح بوده. جابر استقانی در تمام طول تاریخ جابر استقانی بوده، یعنی یه نامیراثشون همیشه زنده است، حتی همین الان. فقط من میدونم کجاست. جابر استقانی توی یک محله توی ایتالیا اکثر افراد رو اسمگذاری کرده بوده، اما یکی از این افراد، یعنی یکی از این خانواده ها مونده بوده اسمشون. با دستیارش پا میشه میره دم اون خونه، میبینه اسمشون چی باید بذارن. بالاخره هر کسی یه فامیلی یه اسمی باید داشته باشه دیگه. اینا میرن اونجا. حالا این خانواده دو روایت داریم. روایت اول براتون میگم و روایت دومو ببینید خودتون از بین اینا کدومه. حالا تو تاریخ گفته نشده اینا، میگم من اسناد تاریخی دارم. این خانواده توی کار ارز بودن، یعنی تو کار دلار و این اون موقع بوده بچه ها. اون موقع چه چیزایی بوده. خیلی از دنیا الان دنیا ریست شده. الان نخوام خیلی فلسفیش کنم ولی بدون که بوده ارز و دلار و اینا قبل میلاد مسیح. جابر استقانی میره دم خونه اینا مثل که توی کار ارز خوب بودن. خلاصه سر کله میزنه، میگه شما اصلا فامیلیتون رو ندادین، کل محله اسمشون رو گذاشتن، شما چرا موندین و اینا. دستیاره میگه که اینا تو کار ارز خوبن،
میگه تنها چیزی که میتونیم بذاریم اینه که خوب ارز باشه. میگه نه، اونا مثلا مخالفت میکنن، میگن نه خوب ارز چیه، حداقل بذاریم گودرز، که همونجا ثبت میکنه جابر استقانی گودرزو، میشه گودرز. این یک روایت دوم رو میگن که این خانواده فوتبالیستی بودن و اینا توی ارز خوب حرکت میکردن. یادتون چی شد؟ میگن گودرز از اونجا اومده. از دو روایت داریم، گودرز توی کار ارز خوب بودن، گودرز تو ارز خوب حرکت میکردن. حالا روایت ها متفاوته ولی این دو روایت هست و چون خیلی قدیمیه این داستان ما میذاریم بر عهده شنوندگان. خب اینم از قسمت اول. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید و این برنامه رو به دوستاتون معرفی کنید. مرسی. خدا نگهدار.